حمد و مصلی و بعد شخصیت مرحوم جبرائیل عمر رحمه الله یکی از مؤمنای واقعی بودند که بعد از اینکه اسیر شدن بعد از افغانستان آمدنشان نزد مجاهدین بودند و تعامل خوب مجاهدین را درک کردند. بعد از اینکه آزادم شدن به کشورشان برگشتن، از اونجا پس آمدن افغانستان به خاطری که خداوند نعمت بزرگ ایمان را و مصداق واقعی و حقیقی برای از اونا رسانده بود و واقعا خوش نصیب بوده که اکثرا به ما میگفت که زنده نشدن ما باعث شد که ما به نعمت عظیم دین مقدس اسلام مشرف شوم. لله الحمد جنازه ادا شد. واقعا که او یک شخصیت مهربان و خوبی بود. ما زندگی خوبی همراهشان کردیم. امارت اسلامی افغانستان بزرگوارا همه مسئولین به خصوص خلیفه صاحب حفظه الله همراهشان در بخش‌های مختلفی همکار بودند. حافظ نصیب که در مقابل از اینا شده بود، 3 کسا جناب حافظ نصیب، مالک خان حاجی صاحب، حافظ عبدالرشید صاحب. بنان امروز تشییع جنازه بود، مراسم خاک سپاری هم ادا خواهد شد. فقدان از او ما امروز هم احساس میکنیم که واقعا یک شخصیت خوب و مهربانی بود که خداوند به نعمت عظیم اسلام شرف ساخته بود.